فکرشو بکنید. توی تاریکی مطلق اول صبح از خواب بیدار میشید. حس میکنید همه چیز رو باختید و بعد یه خبر وحشتناک بهتون میرسه. ما میخوایم با هم به یکی از مهمترین لحظات تاریخ سفر کنیم، ولی نه مثل یه داستانی که تهش رو میدونیم. نه، میخوایم مثل یه معمای واقعی تجربهش کنیم که همین الان داره جلوی چشممون اتفاق میفته. انجیل یوحنا کل این صحنه رو با یک کلمه توصیف میکنه: تاریکی. و خب این تاریکی فقط به معنی نبودن نور خورشید نیست، نه. این تاریکی نماد اون سردرگمی، اون ناامیدی و غمیه که شاگردا رو گرفته بود. از نگاه اونا دیگه همه چیز تموم شده بود. اما نکته جالب اینجاست که درست توی همین تاریکی اولین جرقه امید داشت زده میشد، حتی اگه خودشون هنوز هیچ خبری ازش نداشتن. ببینید، اولین واکنش به این صحنه ایمان نیست، اصلاً و ابداً. وحشت خالصه. اولین نتیجه گیری هم یه چیز عجیب و غریب و ماورایی نیست، نه، کاملاً منطقی و انسانیه. دزدی از قبر. مریم مجدلیه با همین خبر میدوه سمت شاگردا. از نظر اون مسئله روشنه، جسد رو دزدیدن. اصلا بحث این نیست که کسی از مرگ برگشته باشه. و خب، این خبر یه مسابقه رو شروع میکنه. پتروس و اون یکی شاگرد که احتمالاً خود یوحنا بوده، با تمام سرعت میدوئن به سمت مقبره. این یه جور زیارت معنوی نیست، نه، بیشتر شبیه یه تحقیق فوری برای جنایت احتمالیه. اونا باید با چشمای خودشون ببینن که واقعاً چی شده. ولی صحنه‌ای که باهاش روبرو میشن خیلی عجیبه. درسته، جسد نیست، اما شواهدی که باقی مونده با یه دزدی معمولی جور در نمیاد. پارچه‌های کتانی که دور بدن پیچیده شده بود، صاف روی زمین افتادن. انگار که بدن خیلی ساده از توشون غیب شده باشه. و نکته کلیدی اینجاست. اون دستمالی که روی سرش بود، خیلی با دقت تا شده و یه گوشه گذاشته شده. و همین یه سرنخ همه چیز رو تغییر میده. ببینید، دزدای قبر همیشه عجله دارن. وقت نمیذارن که پارچه‌ها رو مرتب تا کنن و بذارن کنار. این نظم عجیب، این آرامشی که توی صحنه حاکمه، نشون میده که یه اتفاق کاملا متفاوتی افتاده. این اولین مدرکیه که میگه این ماجرا کار آدمیزاد نبوده. خب، این اتفاق فقط یه باور جدید درست نکرد، یه انقلاب تمام عیار توی مأموریت شاگردا به راه انداخت. و اولین و بزرگترین موج این انقلاب قرار بود از تمام مرزهایی که میشناختن فراتر بره و همه چیز رو برای همیشه عوض کنه. برای اینکه بفهمیم این تغییر چقدر بزرگ بوده، باید معنی کلمه پگان یا همون غیر یهودی رو توی اون زمان بدونیم. این کلمه خیلی ساده، یعنی هر کسی که یهودی نبود. برای یه یهودی معتقد مثل پتروس، حتی وارد شدن به خونه یه غیر یهودی یه تابوی خیلی بزرگ به حساب می اومد. اما رستاخیز داشت دقیقاً همین تابوها رو میشکست. و اینجاست که توی خونه یه افسر رومی، پتروس کلماتی رو به زبون میاره که واقعاً انقلابی هن. کلمه کلیدی اینه: هر کس. ببینید، تا اون لحظه پیمان خدا عمدتاً برای قوم اسرائیل بود. اما حالا درها به روی تمام بشریت باز شده بود. تنها شرطش هم ایمان بود. این یه تغییر نگرش بنیادی بود. رستاخیز مثل یه کلید بود که قفل یه درک کاملاً جدید از کتاب‌های مقدس خودشون رو باز کرد. شاگردها با این واقعیت جدید شروع کردن به بازخوانی گسترده تورات، کتاب‌های انبیا و مزامیر. اونا دنبال سرنخ‌هایی می‌گشتن که همیشه جلوی چشمشون بود، اما تا حالا متوجهش نشده بودن. اونا با یه پارادوکس خیلی بزرگ روبرو بودن. از یه طرف تمام عمر بهشون گفته شده بود که مسیح یه پادشاه باشکوه و پیروز خواهد بود. از طرف دیگه رهبرشون مثل یه جنایتکار اعدام شده بود. چطور این شکست ظاهری میتونست همون وعده بزرگ الهی باشه؟ این دوتا با هم جور در نمی اومد. و بعد اونا این آیه رو پیدا کردن. ناگهان همه چیز روشن شد. این آیه از کتاب مزامیر که قرنها قبل نوشته شده بود، حالا دقیقاً شبیه یه پیشگویی به نظر می رسید. این آیه به طرز فوق‌العاده‌ای نشون میداد که رد شدن عیسی شکستش نبوده، بلکه خود نقش همین بوده. اون سنگی بود که معمارها ردش کردند تا تبدیل به مهمترین سنگ بنای یه خلقت جدید بشه. البته باید تأکید کنیم که این درک یک شبه اتفاق نیفتاد. اصلاً کار راحتی نبود. این موضوع به یه تغییر کامل توی دیدگاهشون نیاز داشت. اونا باید یاد می‌گرفتن که شکست رو به چشم پیروزی ببینن
و طرد شدن رو به عنوان سنگبنای یه دنیای جدید قبول کنن. اما خب درک کردن این اتفاق یه چیزه و زندگی کردن بر اساس اون یه چیز کاملا متفاوت. اینجاست که پولس رسول وارد داستان میشه و این واقعیت الهیاتی رو به یه راهنمای عملی برای زندگی روزمره تبدیل میکنه. پولس از یه استعاره خیلی قدرتمند استفاده میکنه، خمیرمایه و خمیر. اون میگه رستاخیز شما رو به خمیر جدیدی تبدیل کرده. این فقط یه تغییر کوچیک نیست. این یعنی ماهیت شما عوض شده. شما دیگه اون آدم قبلی نیستید. این فرایند رو میشه به 3 مرحله تقسیم کرد. مرحله اول، درک کنید که شما همین الان در مسیح جدید شدید. این اتفاقیه که افتاده. مرحله دوم، فعالانه تلاش کنید تا خمیرمایه قدیمی، یعنی همون شرارت و عادات بد رو از خودتون پاک کنید. و مرحله سوم، زندگی رو با نان فطیر صداقت و حقیقت جشن بگیرید. و این یه نکته خیلی مهمه. پیام پولس این نیست که از واقعیت‌های زمینی فرار کنیم، بلکه اینه که همین واقعیت‌ها را از درون متحول کنیم. یعنی هر کار، هر گفتگو و هر رابطه بازتابی از اون زندگی جدید باشه. و حالا داستان ما برمیگرده به همون نقطه شروع، مقبره خالی. پتروس وارد میشه و بعدش یوحنا. اون همون صحنه رو میبینه. پارچه‌های خالی، دستمال تا شده. و توی همون لحظه یه اتفاقی میفته. انجیل میگه او دید و ایمان آورد. و اینجا به نقطه اصلی میرسیم. ببینید، یوحنا هنوز همه چیز را درک نکرده بود. خود انجیل تاکید میکنه که اونا هنوز نفهمیده بودن که کتاب مقدس در این مورد چی میگه. با این حال اون ایمان آورد. ایمانش قبل از فهم کاملش اومد. این یه جور جهش بود، یه تصمیم بود وقتی با شواهد غیر قابل توضیح مقبره روبرو شد. و این ما رو با یه سوال نهایی و مهم روبرو میکنه. ما اغلب فکر میکنیم که برای ایمان آوردن اول باید همه چیز رو بفهمیم. اما تجربه شاگردا انگار یه چیز دیگه میگه. اونا اول ایمان آوردن و بعد همون ایمان کلیدی شد که درک عمیق‌تر کتاب مقدس و نقشه خدا رو براشون باز کرد. پس سوال اینه، چی میشه اگه درک کردن پیش نیاز ایمان نباشه، بلکه این خود ایمان باشه که قفل درک رو باز میکنه؟